خب با سلام خدمت همه دوستان عزیز، چطورید؟ بهرنگ است و امروز هوا 0 درجه هستش ولی آفتاب هست. او همین آفتاب هستش، وگرنه امروز اگه آفتاب نبود تحملش واقعا سخت. و امروز قرار بهتون یک نکاتی رو بگم که اگه شما اینا رو ندونید کلا تو مهاجرت شکست میکنید و زندگیتون رو میتونه این نکاتی که میگم اگر رعایت نکنید نابود کنه. اولین نکته که میخوام بهتون بگم اینه که حتما هر کشوری که میخواید برید اول در موردش تحقیق بکنید و کلا در مورد قوانینش، در مورد چه راههایی برای مهاجرت وجود داره و کلا هر چیزی که میتونه بهتون کمک بکنه. حتی شده زبون اون کشور تا یه حدی بلد باشید، این میتونه خیلی بهتون کمک بکنه. شما اگه زبون یک کشور بلد نباشید و بخواد اونجا مهاجرت کنید خیلی براتون سخته و خیلی ممکنه کلاه سرتون بره و خطرات بسیار زیادی در کمین شماست. اولین خطری که در کمین شماست اگه شما مثلا زبان یک کشوری بلد نباشید، همین سوء استفاده افراد اون کشور هستش و که ممکنه کلاهبرداری از شما بکنند و خاطر همین من میگم مراقب باشید. و دوم که خیلی از این افراد خود این کشورها برعکس حالا خودمونیم، ما این کشور مثلا مقیم کشور، شهروندان این کشور واقعا نمیخوان، حالا نمیدونم هر کی حالا خوبت بین همه هست، ولی میخوام در کل بگم کسایی که خود داخل این کشور هستن کمتر برای شما خطر دارن تا کسایی که فارسی صحبت میکنن. و حالا توی روسیه که این شکلیه و همینطوره که اگه تو روسیه میگن شما فارسی بلد باشی خیلی خیلی بدتره تا روسی بلد نباشی. به خاطر اینکه متاسفانه تو هم کشور روسیه خیلی از دانشجوها و ایرانی‌ها هستن که به اسم هموطن کلاه سر ایرانیان میگذارن و با مبلغ‌های بسیار زیادی طرف مثلا بلد نیست چه کار بکنه، مثلا با یه انتقال بانکی چون طرف چیزی ازش ثبت نشده کلاهبرداری ازش میکنن و شاید اصلا برای چیز خیلی کوچیکی از طرف پول میگیرن. مثلا خیلی ساده، مثلا یک کمک ساده میخوام بکنن میبینه $1000 تو پاچه طرف منده. و عموما این افرادی که ایرانی هم هستن و به زبان فارسی صحبت میکنن، فقط منظورم بیشتر ایرانی‌ها هستن تا افراد دیگه. حالا افغان و تاجیک هم به زبان فارسی صحبت میکنن ولی ایرانی‌ها بیشتر هستن متاسفانه. و کلا اینا یه تعداد انگل هستن که کلا کار هم نمیکنن در اینجا، فقط کارشون شده کلاهبرداری و دزدی تا جایی که میتونن کارشون همینه. و متاسفانه این افراد همونجوری گفتم عادت دارن که راحت ترین روش ها رو پول در آوردن به دست بیارن و براشون مهم نیست که چه روشی باشه، چه کسی زندگیش نابود میشه و چه کسی زندگیش تغییر ممکنه بکنه. اینا متاسفانه اینجور افراد هستن. از اینجور افراد و به خصوص ایرانی ها فاصله بگیرید. تو هر کشوری هستید ایرانی ها بزرگترین خطر برای شما هستن. مطمئن باشید مردم اون کشورها کمتر به شما آسیب میتونه به شما برسه تا توسط ایرانی ها و متاسفانه هموطنای ما، چون هموطنای ما بسیار حالا نمیگم همشون ولی اکثرا آدمای بسیار سوء استفاده گری هستن. به قول معروف آب ندیدن وگرنه شناگر بسیار ماهری هستن و آدمایی هستن که اصلا اهل کار کردن هم نیستن، فقط میخوان ساریترین روشا بیان کلاهبرداریشون انجام بدن. حالا خیلی هاشون هم هستن که دانشجو هستن و کلا هیچ پخی هم نیستن. مثلا تو همینجا تو هم کشور روسیه هم براتون مثال میدم، اینجا زندگی میکنم. خیلی هستن، من با یه بنده خدایی دیروز رفتیم که برای من خیلی کمک کردن که بیام روسیه و خیلی از کارهای من دارن انجام میدن. آقای مزیدی هستش و آقا سینا بسیار شخص محترمیه و بسیار عالی هم و به زبان روسی هم مسلطه و اینجا تقریبا حدود 9 سال هستش که در روسیه زندگی میکنه. مثلا این شخصیه که 9 سال اینجا زندگی میکنه و تمام قوانین رو واقعا میدونه و فقط یک دانشجویه. به قول معروف چوسترم باشه. من امروز رفتم حساب بانکی باز کنم، اگه ویدیو قبل ندیدید حتما اون ویدیو میر بیزنس ببینید. یه پسر بود که برای یک دانشجو ایرانی اون میر بیزنس بانک روسی بیاد حساب باز بکنه و خودش این آقای لیدر فکر نکنم ترم 2 سم بود اومده بود لیدری کنه، به قول خودش زبان روسی صحبت بکنه ولی زبان روسیش بیشتر از 4 تا کلمه که صحبت می‌کرد 5 تا کلمه‌اش فارسی بود تا زبان روسی. و این جرفا هستن که متأسفانه چوسترم هم هستن و هیچ فایده‌ای هم ندارن و کلا علاقه به کار کردن هم ندارن، فقط علاقه به کلاهبرداری دارن. حالا اینا خیلی زیاده، برای همین میگم من کلا از دانشجوها فاصله بگیرید. این دانشجوها بسیار خطرناکه.
حتی خطرناکتر از خود مردم روسیه. الان شما توی رسانه‌ها 100% پروپاگاندا دیدید که اینجا مثلا مافیا وجود داره. باور کن اون مافیا کمتر برای خطر داره. اصلا اون مافیا من ندیدم تا حالا، به چشم نیست. ولی این چند تا جوجه دانشجویی که اینجا هستن خیلی‌هاشون ماشاءالله بلدن اشتراف‌ها رو حذف بکنن، ریجستر فیک بگیرن. خیلی کارایی میکنن که پلیس روسیه خودش تعجب کرده از دست این افراد و اینجور ادعاها دارن که خود روس‌ها هم چه ادعایی ندارن، چون اینجا بسیار بسیار قوانین سفت و سخته و واقعا راه در روی نداره. اینا که اینجوری میگن همه کلاهبردار هستن، زمین یکم. این همون مثالی هستن که گفتم هیچ کاری ندارن، هیچ عرضه هیچ کاری ندارن و مجبورم بیان توی این کار انجام بدن. مثلا من گفتم با آقا سینا دیروز رفتم یک از دانشجو عزیز آوردیم اینجا و بنده خدا اومد و با آقا سینا داشتیم صحبت می‌کردیم. یک بنده خدای اومد از ایران، از سفارت ایران بود، بنده خدا کارمند سفارت بود. هم این دو تا دانشجوی لیدر فهمیدن این بنده خدا از سفارت انگار رئیس جمهور کشور اومده، مثلا آقای پزشکیان اومده اینجا که مثلا دور مثلا انقدر دستمال کشی می‌کردن که چه خبره، انگار مثلا می‌خواد کارش رو. این بنده خدا هم فکر نکنم مثلا نگهبانی بود، حتی نمیدونم بنده خدا نمیدونم چه شغلی داشت، ولی من خبر ندارم کسی چه کسی بود. ولی بنده خدا خودش شوک شروع میگه اینا اینجوری دور جمع شده بودن شروع کردن به دستمال کشی. یکم دیگه از این دانشجوها بگم، این دانشجوها اینا کلا چیزی بلد نیستن، کلا تو زندگیشون فقط بلدن جلب توجه بکنن. بنده خدا کسی از سفارت نده بود. اولش این ماجرا از اینجا شروع شد. این بنده خدا وارد فرودگاه شد و یک فردی از شرکت روسی بود، فکر کرد این کارمند یک شرکتیه. بعد این بنده خدای روس اومده بود با این صحبت می‌کرد. این بنده خدایی که کارمندای سفارت بود انگلیسی، نه انگلیسیش خوب بود نه روسی. این بنده خدا هم روسی صحبت می‌کرد هم انگلیسی. بعد این دوستان که باش رفتیم آقا سینا باش صحبت کردن. آقا سینا مسلط به زبان روسی هستش و بخاطر همین با ایشون صحبت کردن و فهمیدن که ایشون مثلا این کاره نیست. بعد این بنده خدا روسه اومد از آقا سینا تشکر کرد که بهش کمک کرد. ماجرا از اینجا شروع شد که این دو تا دانشجو فهمیدن که این آقا چیزه، شروع کردن به دستمال کشی. حالا نمیدونن این دستمال کشی برای ایجاد باشه کاربرد داشته باشه، الکی نباید دستمال کشی بکنید، دستمال کش باشه. کلا این دانشجو توی کشور روسیه مخصوصا خیلیشون حالا هستن، بعضیشون واقعا که واقعا فقط برای درس اومدن و انقدر درگیرن برای درس که اونا قضیهشون جداست، چون واقعا اونا هدف زندگیشون مشخصه. ولی خیلی هستن که برای ترس از سربازی اومدن اینجا، فرار کردن اومدن اینجا و شدن به قول خودشون دانشجو. ولی خب این افراد البته نه همشون، بازم اومدن به قول خودشون پزشکی بخونن، ولی تو خیابونا پلاسن دنبال دخترای روس که دنبال این میرن که با این ویدیو بگیر و با اون ویدیو بگیر. آقا شما اگه پزشکی چرا فیلم بردار شدی؟ مثلا میرفتی رشته فیلم برداری رشته بهتری هم بود، اونش هم بیشتر از پزشکی. دیگه قرار نیست دهن سرویس بشه که 8 سالم بری درس بخونی. ولی اگه دنبال توجهی قضیهش فرق داره. وقتی دنبال توجه هستی اینجور کارا رو میکنی. خیلی اصلا این کارا رو میکنن. مثلا طرف دانشجو پزشکیه ولی هر چیزی ازش میبینی غیر از پزشکی، در حال دویدن تو خیابون چرت و پرت گفتن، اومدن بلاگر شدن تا دانشجو پزشکی. چون واقعا کسی که پزشک بشه بلاگر نمیشه. کسی که واقعا بخواد پزشک بشه چه بلاگر نمیشه. اون پزشک هست انقدر درگیر درس ها هستش که اصلا به هیچ چیزا نمیرسه. اون بنده خدا درس انقدر سنگین هم هست تو کشور روسیه و واقعا بعضیا بسیار بسیار کارشون درسته و بسیار بسیار آدمای پرتلاشی هستن و من بهشون واقعا تبریک میگم. شما انسانای بزرگ میشید. ولی خیلی هستن که این گونه نیستن و کارشون شده فقط دزدی و دلالی و کلاهبرداری و لیدری که به درد هیچی هم نمیخورن. حالا زبان روسی هم تا حدی بلد نیستن، حتی خیلیشون شاید سال اولی هم باشن ولی ماشاءالله پر ادعا. این بود خطرات دانشجو. اولین شد از ایرانی‌ها فاصله بگیرید و زبان اونها رو یاد بگیرید. مورد بعدی که میتونه گفتم جور موردی باشه که میتونه مهاجرت شما رو به سمت شکست ما فرهنگ یک کشور شما رو بدونید. وقتی میخواید مهاجرت بکنید قبلا برید حداقل 6 ماه در مورد فرهنگ و زبانشون، حتی عادت‌های غذاییشون باید برید تحقیق بکنید، چون شوخی بردار که نیست. شما دارید از یک فرهنگی به فرهنگی دیگه میاد و اون فرهنگی که دارید اصلا مورد قبول اینها نیست. اینا حق هم دارن، هر کسی یه فرهنگی خاص خودشو داره و کسی هم که به جای دیگه زندگی میکنه باید وفق
خودشو بده با فرهنگ دیگران، وگرنه اینجوری نمیشه که دیگران بیان با فرهنگ ما خودشون رو وفق بدن. اینجوری نمیشه، ما باید خودمون با اینا وفق بدیم چون ما غریبه هستیم. گفتم حتما تغییر می‌کنید در مورد این چیزا، در مورد فرهنگ. یکی دیگه خیلی خیلی اینجا مهمه، اینه که با اصالت باشید. حالا بخشید اینجوری حرفو میزنم، منظورم فقط خود شما نیست. با اصالت باشید یعنی که همون اصالتی که دارید رو داشته باشید، نه که هر روز یک تعقیب تو رو بخوره، یک فرهنگ جدیدی به تو کردت، نه که مثل بعضیا اینجا کنن. گفتم اینجا مشکلات بزرگی هستش که مثلا خیلی از ایرانیان فکر کردن دیگه، چون متأسفانه تو ایران یه چیزی غیر ضروری هستش که محدودیت هم هست، مثلا حجاب و این چیزا، همین باعث شده خیلی بی جنبه بشن. وقتی هم که میان اینجا کلا آبروی ماها رو میبرن کلا. که میدونی چرا؟ چون البته که تو محدودیت بودن قوانین اینجا هم نمیخوان رعایت بکنن. مثلا اینجا توی خیابون و جای عمومی سیگار کشیدن اصولا ممنوعه. تو روسیه باید جای سیگار بکشید که به کسی آسیب نزنه. ولی متاسفانه حالا سیگار کشیدن چیز طبیعیه، تو ایران ما هم بیشتر از اینجا سیگار میکشن. از این بگذریم خیلی وقتا مثلا چی بگم، تو خیابون میان اینجا مشروب میخورن. این چیزا آقا اصلا تو خیابون اینجا جرم مشروب خوردن و انقدر بعد بی جنبه هم پاشون از ایران میذارن بیرون، کلا بی جنبگی گل میکنه و باعث میشه که انگشت نما بشیم ما و انگشت خارجی به ما بخوره. حالا ما خارجی هستیم، همیشه هر جایی باشیم، ولی انگشت خارجی بد به سمت ما میخوره. خارجی بی جنبه که هیچ جنبه‌ای نداره و فقط اومده خودشو خالی کنه اینجا. برای همین میگم حتما اصالت داشته باشید. هر جایی میرید، هر جای دنیا میرید باید اصالت داشته باشید. حتی همون کشور همسایه مثل ترکیه که تازه خیلی به فرهنگ ما نزدیک‌تره، چون مثلا که کشور دورتر، کشور غربی یا کشور مثلا روسیه. خب دوستان، این بود ویدیو امروز. با هم صحبت کردیم در مورد چیزایی که میتونن مهاجرت شما رو به خطر بندازن. مسلما این عنوانی که گفتم تو این ویدیو نمیشه تموم بشه و باید حتی فکرم بکنم یا حتی شما تو کامنت ها بنویسید چه موردای دیگه است که میتونه یک مهاجرت تهدید بکنه. اون رو هم حتما در موردش ویدیو میسازم و این ویدیو این پارت اولش میتونه باشه و برای ویدیوهای دیگه باید منتظر باشیم که ببینیم چی پیش میره. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار همگی.